با هم بریم سراغ شماره 2. نیت کنید. خب ببین عزیز دلم، شماره 2 رو انتخاب کردی. شماره 2 برای تو کاملا داره به زمان حاضر حرکت میکنه. تحولات، اتفاقات جالبی که تو مسیر زندگیت همین الانم هست، خوب و منفیش با خودته و با دایره اون انتخابته. و میگه شما از یک سری سردرگمی ها یا بلا تکلیفی ها خارج شدی. پول هایی که داره به دستت میرسه و بستگی داره که شما بخوای به اتمام برسونیش یا پس اندازش کنی. اینجا داره میگه یه هماهنگی مالی هم با یک شخصیت آقای قد میانه داری. از خانمی که حروف F داشته باشه خبر به دستت میرسه. پیام رسان موقعیت های عواطفی خودت هستی، چون داره نشون میده که شما داری به سمت اتفاقات عاطفی قدم برمیداری و توی رابطت هم جفتیت داری. جایی برای